وان خنک شده رفته سید. سلام علیکم بابا میکم شما ها بوسی تبریک بچه شید بچه تبریک چی خوبه در سری پیریا صاحبی بچه شدی بهترین خط دادن خودت آماده میکنم رفیق صاحب دکتر تازه تینج سلامتی خوبه بوی خودر بوی حالی هم شما تولد نکرده وای کانتری من کی تولد بکنم خیلی اما ایش میبرای بچه شید اوش میبرای بچه شید خیلی نصیب و تقدیر خزن همین در نه موارد گله در آده نه سوش بون نشیده جو مزویا این دلار قرآن کردن من 3 روز در 3 روز در تایمی بالیسا میستم این نصیب دیدن نکن این نصیب دیدن نکن بیا عصبای ما رو خراب نکن بابای خودر بوی من همین کشید تولد که کرد میگم تو رحمت چه شما چرس کنید جا بالا تا شکایت بکنم بالای شما شکایت بکنم او چی جای چرس تولد نکنه اویلا شما جای چرس من 3 روز شده من همینجا در همینجا تا قایق کده ایستادم هیچ جایی نیست که کافی ما تولد کنم ایشا میبرای بالا خیلی گرم نده کپاتون شکایت ما بالا شکایت بکنم تو تا بهتون کنم یا این رای فرق دیگه آنا چی خوبه آنا بابا خدا باید تو خب نمیکنی یک دم ها چی گفتی؟ با اینجا رو دام میگن جای تولد خونه میگن حلوا کردن چی در کنی نه دختر شید تبریک دختر چه دار شدی اینا خیلی دختر شید خیلی اویلا تو دختر تولد کردی؟ این رای قرآن کرد ایشا براوردی بچه اوشا براوردی بچه ایشا گفتی بچه اوشا گفتی بچه از تکه که من با من دختر میگی ها؟ از تکه چی؟ وای همین اویلا تو دختر تولد کرد چی جایی بابا از تکه کتابی شلوت بیار من بالا شما شکایت بکنم عرض شکایت بکنم خیلی شد من نفهمیدم ما چی شکایت بکنم بالا شما بالا چی شکایت بکنیم خواهد بابای ما شما را یک دقیقه ای سرمانه گرنگ نکاش ما کارو ما بیساره کتابی شلوت بیار من کتابی شلوت بیار که این رای قرآن کرد یا که آنجا زن کی نظره بالا یا شکایت کردن نکنه بابای خدا بو اینه تو قد میکنی اینه تبریک بچه شید بچه صد که گفتم ترسیدم شکایت که میگم گفتم ترسیدم بچه میگه نکن آخه نه آخه تو نفهمیدی بابای خدا بو دوگونه کی بده یا دختر یا بچه شید اینه قد کردن